سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب ما خیلی خوش اومدید. خوشحالم میبینمتون. سلام، چطوری؟ خب بچه‌ها، آیدین رو گذاشتم این زیر. حتما سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. ما امروز یه مسابقه خیلی خفن و خیلی توپ داریم. خیلی خوشحال میشم با ما تا آخر ویدیو همراه باشین. مسابقه ما اینطوریه که چند تا آهنگ من انتخاب کردم، چند تا آهنگ آیدین انتخاب کرده، هیچ کدوم نمیدونیم کدوم آهنگاست و اینکه من پلی میکنم، یه جایی از آهنگ قطع میشه آیدین بعد ادامه اون آهنگ رو بخونه و همینطور آیدین 4 تا آهنگ من انتخاب کردم، چند تا هم 4 تا هم آیدین دیگه. حالا هر کدوم که برنده بشیم اون بازنده یه مجازات داره که آخر ویدیو حتما بهتون میگم. با ما همراه بشین تا آخر ویدیو. خب دا برسم به دا یادم نیست. بگو دلم تنگه حتی واسه اخلاق زهر مارتم. فکر نمی کردم از یه جا به بعد یادم نیست. تو پلی میکنی؟ پلی کنم؟ نه واسه یه لحظه دیگه خنده داره. نه چقدر دلم تنگه واسه اخلاق زهر مارتم، ولی از یه جا به بعد دیدم نمیدونم دیگه. حالا قبول کنید تا یه جاش گفتم. اشتباه کنم. صفر. نه هنوز هنوز نشدیم. خب من پلی میکنم. یا علی یا رضا. یا رضا رپ شروع میکنیم که دوستش داری فکر میکنم. اونا رو پیش خرید کردم تو جنوب شهر. سفور گشت. ایسا الان میگم. یه خونه رو پیش خرید کردم تو جنوب شهر. یه شبا از اتاق بغلی. نه اون یه دختر از خوشگل یه جدی میگه. شبا بگم؟ نه بگم. نه آهنگ از کیه؟ از اسمش چی شایه. اسم آهنگش چیه؟ اسم کر. خب کرما رو مغز پخت بکرد. بلد نیست. بلد نیست. اصلا بشنید. نوبت منه. گفتم سلام خانوم، بی خیال نگو فردا چی میشه. آفرین. یه بسته خانوم. نگو تکلیف فردا چی میشه. اما جالب اینه کاملا به هم میایم. تیرگی من نوبت منه. وقتی اینقدر زیاد سخت فاصله گرفتن از تو. سیر نمی... نه بلدم دیگه. همینجا رو قبول میکنیم. دو بریم آهنگ بعدی رو پلی کنیم. وقتی امروز به فردا میدی یه روزی آخرش میشی پشیمون. از این فریبی که به دل ها میدی، از این فریبی که به دل ها میدی. میگم برو میگی نمیشه، میگم بمون میگی نمیشه. دیگه بسته تا آخر میکنم برای. اگر آیدین این آهنگو بلد باشه که میشیم، آیدین میشه برنده، من بازندم. اگر بلد نباشه مساوی میشیم. آماده ای؟ بله.
چقدر دوست دارم، خاطر تو میخوام، جونمو میگیرم. جونمو میدم. جونمو اگه اشتباه گفتی نمیزنم. جونمو میگیرم. میدم. جونمو میدم دیگه. نبردم. از نمبر با بزرگتر دویا. برنده این داره آیگین و منتظر ویدیو بعد باشید. قراره یه تیپ خز برای برجون انتخاب کنیم و بریم مرکز خرید و آبروشو ببریم. ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، حتما کامنت بذارید. منتظرتون هستیم. باشه کله همتون.